درود بر اون کسی که هم نفرت داره از پهلوی، هم نفرت داره از این آخوندا، هم نفرت داره از مجاهدین خلق، هم نفرت داره از صهیونیستای حرومزاده مادر جنده ها، هم نفرت داره از خامنه ای و تمام آخوندا. درود بر اون کسی که میگه رهبر فقط یکیست، آن دکتر کوروش عرفانی است. درود بر اون کسی که شدیداً شدیداً اعتقاد داره که دکتر کوروش عرفانی راه نجات ایرانه. بله، فقط یکی آن راه راستی. این سخن اشو زرتشته. امید نادان حرومزاده، امید نادان مادر جنده، امید نادان تخم سگ ولزنا. میدونید چه من فش میدم؟ چون بچه پایین فش میده صاف و دلش این دست من میبینی صاف ساده است. من فش میدم چون تو دلم خیلی پره. من این حرومزاده ها رو نفرین مرگ وحشتناک میکنم. و به گفته دکتر رضا حاضلی که کسی که ببخشید، به گفته دکتر کوروش عرفانی، کسی که از صهیونیسم حمایت کنه یعنی از اهریمن حمایت کرده، یعنی بوی انسانیت نبرده. گفته کسی که از صهیونیسم حمایت کنه بوی انسانیت نبرده. صهیونیستا حرومزادن، اسرائیلیا حرومزادن. من چند وقت پیش برنامه امید نادان رو میدیدم که این حرومزاده برگشته بود به پدر ایران دکتر مصدق نازنین بر حرفای بدی زده بود. این حرومزاده، این مادر جنده، این تخم سگ حرفای خیلی زشتی زده بود و من خیلی عصبانی شدم. یعنی من نفرینت میکنم بمیری، امید نادان حرومزاده. ملت ایران بیدار شید، بیدار شید، از مسخ بودن بیاید بیرون. الان وقت مسخ بودن نیست. اگه فردا روز اسرائیل تأسیسات هسته‌ای ایران رو بزنه، جو رادیواکتیو هممون رو میکشه. الان وقت مسخ بودن نیست. بیدار شید ملت ایران، تجهیز مسلح بشید، مجهز بشید، حمله کنید به این تخم سگا آخوندهای حرومزاده، حمله کنید به این بسیجی ها، حمله کنید به این نظامی ها. بیدار شید.